به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستای عزیز سلام و درود خدمت تک تک شما. امیدوارم که کلتان همینطور شاد و خرم باشید در هر جای دنیا که هستین. دوستای عزیز، طور که میبینین ما در پیش یک مسجد قرار داریم. این مسجد قریه سبزچوب بالاست یا اولیاست و مسجد مولا علی علیه السلام است. دیگه اینا مردم از این محل این مسجد برش خیلی خردی مونه، یعنی کوچک است. دیگه در مراسم چیزا که میشه، فرض مثال ماه محرم یگان فاتحه چیزا میشه، دچار مشکل جای است، یعنی جای نداره. دیگه اینا پلان گرفتن که قسمت منزل دوم از این مسجد را بسازن، اما متاسفانه وضع اقتصادی مردم خیلی خوب نیست که کار ادامه بده. تا یک مقدار قرار گفته های مردم، تا یک مقدار کمک ها از مردم محل از خود ساحه جاغوری جمعآوری کردن، اما بعضی مسائل دیگه هست که کار را پیش بردن نمیتونن. نه دیگه ماه محرم هم فکر کنم که تقریبا نزدیک است. اینا باز ماه محرم بیایه یگان فاتحه ای چیزا شوه، بازم دچار مشکلات جای میشه. دیگه امروز ما آمدیم از مردم محل دقیقاً پرسان کنیم که مشکلات عمده از اینا چی است، چی مشکلات داره و میخواین چه کارا بکنن، چقدر بازسازی اینا میخواین انجام بدن. این را دیگه در ادامه گزارش انشالله بر شما می داشته باشیم. آقای سلام علیکم. سلام علیکم. سلام، خوبین بخیر؟ سلامت سلامت. سلام علیکم، خوبین بخیر؟ سلامت خوبین بخیر؟ خوبین بخیر؟ سلامت خوب بخیر؟ سلامت سلامت. خب بریم دوستان در داخل مسجد و ببینیم که چقدر جای دارن اینا، امکاناتش چیه؟ امکانات چیه؟ یالله یالله. خب اینجا چه رقم چیه؟ اتاق زمستویه مسجد. خب گرم میشه، یه زمستو بچهای درس درس میخوانه اینجا. خب منبر اصلا منبر که هست او طرفه در اونجا، او درگهش واز نمیشه دنزن، کلیش نداره. دیگه این اتاق این ریزه یک کم دیگه تصمیم داریم که بلیزی را جور کنیم که یک کم جای ما آزاد شنه. این خب بلده درس هم بخیالیم خوردیمونه دیگه. درس هم خوردیم پیش روز پاس روز. پیش روز یک تپال جمعونه، پاس روز دیگه تپال خورده نه؟ یه نال فقط جای از ما قبله دیگه چی داریم؟ کمبوتی داریم، مردم مفلسه، پول ثبوت جور نمیشه که آدم یک کم که تک نو یا زخنه. نال تصمیم داریم اونمی را از مردم کمکی یک کم کم چوب امجا جمع کده. خب دیگه برادر پول نداره که نال برادر جانزی کاری بله زیر اقدام کنی جور کنی. خب اینی رقم او ساحه دیگه چی است اون طرفا؟ این دالیز است که از اون طرف ده منبر موره. از این طرف منبر یک دفعه گفت بریم چطور؟ منبر واز میشو؟ کلیش است؟ بیا دیگه یا الله. این کس دالیز است نه؟ این دالیز آشپزخانه ده اون طرف است. آشپزخانه او طرف آشپزخانه خوبم نداره. خب یک دفعه نشان بده که دوستان ببینه. نه همزدان دروازش چی کنی سر کنی هست کامرا رو شوش. خواه اینجا پیش کم بخره یعنی دالیز است. خب یک آشپزخانه اوی که خود دالیز مسجد که وانا برادر زمستون مسجد گرمانه نه دیگه این میره خم یک آشپزخانه است که برادر جانزی مفلسی است. خب جایش قید معلوم شد رقم یگان انبار ولی فعلا این خیلی هم ریزه خدر ریزه. اینا شما باید اونو وسایل‌های دیگه خرید یگان جای دیگه داشته باشید، کوټه داشته باشید اونجا پرده شونه نداره نه که نداره. اینی رقمه از تنگی جای یعنی میره خم برادر در چمنده. یا دوستا داخل منبر میگذاری اینی داخلی منبر. خب اینی داخلی منبر اینی در روزه هایی که یک مراسم میشه تنظیم نه. روزه های خواندن یک میشه ریزه میشه، چون که او روزه که هست سیاسروم زیاد جمع میشه
مرسکوم این میشه تنگ آره ریزا میشه این نفوس امی ساحه چقدر؟ نفوس زیاد 500 خانه 500 خانه پیشتره دیگه این از قشمقام شروع تا لب دریا را غیر زوستابه است مردم که اطرافه یعنی منجی ونا مایا مراسم که ما حیاتی از قشمقام رایت دعوت میدیم دیگه ما خودگل منده رایت های 55 خانه زن و مرد کلگی بیرون استاد میشیم ولی واد شیشتن جای نمیشه علمی در سینه زدن در خواندن علمی که هسته علمی قسمت پرده میگیریم جای سیاسرها بسیار یعنی جای سیاسرها هسته؟ آره خب خواندن نه دیگه خب جای نداره ما علمی جای سیاسرها هسته هم دیگه چاره نداریم فقط علمی یک پرده کش می‌کنیم خب یک پرده کش می‌کنیم باز بالخصوص در مراسم فاتحه بسیار دچار مشکلیم مردم از اطراف که مایه برادر از قجور انگوری سنگ ماشه 50 نفر 40 نفر یک دفعی میه بسیار ما در مشکل هستیم مردم بدون نان بدون چای از این مورد چون در بیرون میگه یک 5 دقیقه انتظار بکشین تا اتاق خالی شنه باز فضل خدا کلگی وسیله داره برادر این میجی کلگی در نان استاد نمیشه مو بسیار میتر دچار مشکلیم ما در جاهای دیگه که فرض مثال سنگ ماشه غجور که در مجلس فاتحه موری برادر مسجد دارن که 25 در 40 25 در 30 20 در 30 کوچکترینش 20 در 30 و از وار که میگن ما بخی خجالت میکشیم پیش از وقت این میره به امید خدا برادر اقدام کرده گفتی توکل به خدا هم دست به کار شونی خدا مهربانه ما میال واقعا چه بند مانده اینال ما دیروز که روز عید بود تمام این رایت های مسجد جمع شده بود اینجی اینمی در گنبست قرار گرفته بودی پیسه نداشتیم برادر که نفر بیاره برادر رینگ بسته کنه غالبا این سنجید هزینه از 80,000 افغانی شد باز تلفن کردیم دو نفر تلفن کردیم و میگم ما برادر دست به کار شونم 50,000 افغانیش باید ما پرداخت کنیم اینال ما دیروز دوچار مشکل شدیم همین رایتار برادر جمع کردیم بخشش گفتیم که ما دوچار مشکلی برادر خانه یک 2,000 روپیه انداز کن ما تنیستیم 20,000 افغانی جمع کنیم و دیگران نداره از 50 خانه 20,000 افغانی جمع کردیم دیگران نداره وقتی که نداشته باشه چی رقم از پیسه بگیریم مره این میت مشکلات هست برادر دیگه ما باز کمر بسته کردیم توکل به خدا موگی که علمی نمایندار خدا خیر بیده استفاده برادر علمی ها هر روز برادر تلاش نه سنگ ماشه رفته غجور رفته برادر از دکاندارا تکی تکی برادر پول جمع کرده از قریه این میزی از پول آورده تا مرز مالستان ما 45 روز فقط رفته چوب جمع کردیم چوب جمع کردیم برادر جوانا رفته چوب زده میره استفاده یعنی میره استفاده یعنی محترم کاکای ما برادر یعنی 14 روز در خانه نمده یک سر خانه چوب جمع کرده خیلی همکاری در دست درد نکنه حالا فعلا چوبش خود تکمیل شده چوبش فعلا تکمیل شده ما فقط مشکل از ما اینمیه که اینمی 8 تا کلکین مخوره دیگه اید حال خوب یک کم پیشرفت کرده مردم برادر چوب گندم شد در آینده تصمیم داره رینگ بسته کنیم حالا موتور بندی کنیم یعنی اینجا دیروز که ما جمع شدیم تا 12 بجه هیچ مشکل حل نتونسته به خاطر پیسه نیسته پیسه که نباشه مشکل حل نمیشه غالبا زنگ زده تلفن کردیم برادر که در لومانیا او میگه ما که دست به کار شونم 50,000 افغانی را ما باید بگیریم ما مال دوچار امزی مشکل شدیم کلی هزینه ازی گفته برادر میترانه که حساب بده 80,000 افغانی میشه 50,000 افغانی زی در اول کار باید بید این مال ما دوچار مشکل نیست دیگه مو بودجه فعلا بودجه نیست بودجه که باشه خو تلاش نیشه و روز که برادر امیر اکثر هم کنیم که اند ماه محرم هم چیزی نمانده این میر برادر این خدا تو خیر بیده برادر که هم ده اینجی خبر شده هم ده از ما یک فیلم گرفته برادر این میر دانه بدانه برادرایی که کمک کنه این میر برادر لمبر تلفنایش میگیره نماینده این میر تکی تکی قران در قران گزارش بخشش میرسنه
دیگه مواتایی که مثلا برای ساخت ادامه از کار است اونا رو هم شما باز توضیح بدین. یک دانه کلکین از برادر 18000 افغانیه. آره ما گفته فلزی بله طبقه دوم ما گفته فقط یعنی میال که ما بند منده فقط یک در رنگ ازی بند منده فقط همین رنگ ازی کامل شونه آهنش خریدیم فقط این گفته نمیتونیم ما یک سال جور کنیم خب سیمک نداریم اگر ما بیتونیم خوراکنه یا نه دوستا همکاری کنه که ما در ظرف 3 ماه وسیله تمام چیز فراهم مثل شار برای اینجی پیسه باشه اینمی در ظرف 1 ماه تکمیل میشه از حتی مسطحش گرفته تا فرش تا کلکینایشی اما ما گفته فعلا برادر همی سقف ازی انداخته شونه رینگ بسته شونه پروانی خیلی 1 سال 2 سال برادر بدون کلکین هم گذارنه اما ما امیدواریم از این جوانا برادر از این قریه از جاهای دیگه مردم خیرین که در اونجای که ساختمان بینگرنه فیلمش بینگرنه برادر به امید خدا یاریم نه کمک منه به زودترین وقتی تکمیل میشه. این جناس ما خود دیروز میگه که صحبت می‌کردید در گنبد قرار گرفتیم. باز تصمیم گرفتی که برادر همین 50 خانه هر کس که نظر ابوالفضل داره گوسفند داره بوز داره اونمو رو برادر بفروشه پیسهش بیاره در مسجد. باز یک ایده میشه استفاده گفته برادر از این سال دیگه سال همین بچهای کوچیک که گلشت میره از این خانه دو خانه به نام نظر ابوالفضل همین بسیار سخته و خود سرش درک نمیشه که پدرای ما قریه ما مفلس است. آره چون این بسیار سخته این قریه بالا برادر شب که میشه برادر جمع میشن گلایی میرن نظر خوردن نظر ابوالفضل مخره از ما چون بسیار سخته بخش بچهای کوچیک اینمی دیروز تصمیم گرفتیم برادر هر رقم موشه برادر نظر خود خانه کن از هر کجا مونین خانه 2000 افغانی آماده کن. دیروز که نمی کاکایم بشتفید خیلی تلاش کرد این 20000 افغانی جمع نتونست. نه 20000 کی جمع شد؟ حالا مردم میگه میدیم مونگا برادر کار لنگه دیگه اینال برادر این تابستان دیگه این شاید امروز یا فردا تابستان هم داخل میشه تابستان ما وقت داریم دیگه اینمی دوچار مشکل هست مردم. این ساحه در کل ساحه فقیر نشینه دیگه از او بیشتر فکر نکنم دیگه کمک هم میتونه توانم نداره توان نداره مردم توان همین سال واقعیتش ما هنوز نتونستیم ملا بگیریم ما در قریه در جایی که میرفتیم ملایی که برادر از اشتکای ما بچهای ما جوانای از ما برادر از او یک چیزی یاد بگیره از 1.5 لک کمتر گیر ما نیامد. اون ملای رشتفیدای قدیمی اونا که درس دینی میدیه مجال جوانا تقاضای ازیر داره که برادر علاوه از درس دینی برادر ما باید انگلیسی ریاضی چیزا هم باید مطالعه کنه در او اتاق هم تخته و چیزایش آماده ما این میج برادر ملا داشتیم بسیار آدم خوبی بود خوانندگیش هم بسیار بال بود این میج برادر علاوه درس دینی دیگه در سارم حتی انگلیسی هم آموزش میداد بچه‌ها را به خاطر 20000 افغانی مولا دست ما رفت 20000 گفت اضافه کن ما نتونستیم یعنی مثالیت ملا نداریم ملایی که برادر که علمش بالای خوانندگیش بالای از 1.5 لک کمتر پیدا نمیشه این مثال بدون ملا ماندیم برادران می رعایت امضی مسجد امام علی هست گردنه مازار نزدیک 50 خانه 30% از این رعایتون از این کسته فقط 1 دانه خانه داره اینجا زمین نداره بقیهش هم کسته بسیار زمین کم داره که علف 1 دانه گوسفند و 2 دانه گوسفند بیشتر نداره فقط اینمی کل یا کارگر هم میره پاکستان ایران کار مونه میاره اینجا زندگی نموخره اینمی مردم بسیار اینقدر ضعیف و ناتوان هسته که نه خود در جریان هستن که دیگه ساحه جاغوری برادر مردم چقدر پیشرفت کرده ولی این مردم برادر وقت درآمد زمین نداره اونمور ما را در غریبی منه ایران پاکستان کشورهای دیگه میاره اینمیج مخره. باز اینجا استاکار یا بناکار تخمین زده که چقدر مثلا سیمنت مصرف میشه و موادهایی که مثلا ضرور است چقدر هزینه در بر روز مو انجینیری که ورده بود یعنی چیزای زیر گفتمی 70 چند متر گفتم میشه؟ رینگزی چند گفت
نه میتراج چی؟ میتراج از 80 متر میشه. نه زیاد میشه. از 80 هم بالاتر میشه. زیاد میشه. 170 بوجی گفت که 100. سیمش چی؟ سیمش 170 بوجی. 170 بوجی سیمش گفت مخری. اوه 170 بوجی. میتراج خود رینگ از حلقه‌ای. اطراف از این نزدیک های 110 متر میشه. 180 بوجی سیمت تخمین زده ایره. 180 بوجی. این چوبا باز کافی است برای طبقه دوم؟ این چوبا کسا کلن در طلب آورده خو؟ آره مردم کمک کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا از طرف خودم، وکالتاً از طرف تمام برادران منبر شریک اهالی مسجد مولا علی قریه سرشوب، تشریف آوری آقای محبی صاحب و برادران همکارشان را در این مسجد مکان مقدس خیر مقدم عرض می نماییم. بعد از ادای احترامات، سلام خود را خدمت تمام وطنداران افغانی و خیرینی که در خارج تشریف دارند، خصوصا برادران منبر شریک اهالی این منطقه، سلام خود را تقدیم می نماییم. بعد از ادای احترامات و سلام، غرض از مزاحمت ایه که این برادران محترم امسال در سال 1403 برادران محترم مشکلات از این برادران را در نظر گرفتن، خصوصا نماینده های محترم پدر غلام علی و آقای کریمی، حکیم کریمی و خادم رضایی و علی زفر زل پدر نجیب و معلم صاحب عبدالحمد خان و آقای محمدی علی جان محمدی، انجینر صاحب محترم عبدالاحد حسینی که نماینده قدم است. همین نماینده ها بالاخره مشکلاتی که ما این برادرای فراوان داشتن تصمیم گرفتن امسال 1403 این برادرها را جمع کردن، گفتن که باید ما و شما این مشکلات خورا که زیاد سپرینیم. یک مراسم های در افغانستان یک مرویج هستن که مراسم های فاتحه در مسجد برگزار نه. این برادرها مهمانا که مرسیدن دالیزه یعنی منبر است که دالیز ندارن، نداشتن، کفشایش بیرون میماندن، بارندگی بودن، افغانستان یک برفباریه، بارندگی بودن. بالاخره این مشکلات ها را نمایندای محترم در نظر گرفتن، مردم را جمع کردن در 1403 امسال روز نوروز یا بعد از نوروز بود، در سوم نوروز بود. بالاخره مردم را جمع کردن، مشوره کردن، موافقانه تصمیم را گرفتن. برادرها بسیار مشکلات خود را ابراز کردن، گفتن مو خیلی امکاناتی مثلا از نگاه اقتصادی بسیار ضعیفی، مو نمیتونی امیر خواهش کرد که کارگریش رو ما خودگونه مونیم. آفرین. کارگریش خودگونه مونیم. نماینده محترم قبول کردن. آمدم راجع در قسمت پوشش بسیار به مشکلاتی فراوان برخوردار کردیم. تصمیم گرفتن این برادرای محترم، نماینده های محترم تصمیم گرفتن که باید برده منطقه به قریه المیتو رفتن، سید آمد، امیت لب دریا، هر کسی که چوب داشتن اینا چوب را خانه ده خانه جمع کردن. هر خانه یک دانه جمع کردن. بالاخره چوب مقدار تکمیل، آره مقدار کافی تکمیل شدن. فعلا کمبود چوب ندارین دیگه؟ فعلا نه دیگه. یه هزینه ازی که شما در نظر بگیرین که بالای 25 سیلگه نه که همین منبر طبقه دوم جور که نیخی دالش نداره، این دالش هم نیه، بالای 25 سیلک هزینه ازیه. آره بالاخره چوبا جمع شدن. دیروز کاکای ما آتی غلاملی سفیدی بزرگ از ما خریه کدلک این منجه آمدن تصمیم گرفتن که راجع دمی قسمت پایه ستون نمیت یک چیزایی زاره. بالاخره یک اوستا، یک انجینر را خواستن امیره سنجش کنه. این خلاصه یار سنجش کردن. از اینجا تصمیم امی شد که ما
با تا 2 ماه 1 ماه مروت دادن انجینر صاحب که ما به خاطر که بسیار گرفتاری ها رسیدگی نمیتونیم. بالاخره پایه زیر استا علیاور امیر در دوش گرفتن. رفتیم مو چند نفر رسفید حتی یک ریگ را در خانه یک از خانه خیلا رفتیم در چلجوالی. ریگ را به خاطر که اون مقدار اقتصاد از این مردم ضعیفه حتی رفتیم اونجا گفتی در طلب در دروازه مردم رفتیم در طلب اون 11 موتر ریگ که بخش فردا وعده کردیم که تمام مردم فی خانه 1 نفر همین موترایی که برادرها دارن یک چندان موتری که مثلا دارن این بیگاری بوره حتی در تونس پیکپ این میقدر مردم اینقدر با مشکلات مواجهه به تونس مور ریگ میره صبح انشالله اگر خواست خدا بود ما یک فیلم میگیریم بس تقدیم شما نیم که تو مردم در تونس مورا این میقدر با مشکلات روبرو هستند. خواهش از ما از برادرایی که در مقیم خارج از خیرین خصوصا برادرای مردم جاغوری و مردم سوشو خواهش ما ایه که به خاطر خداوند به خاطر خدا که این مسجد را که مردمش بسیار فقیر دست از این مردم را بگیرین و سلام علیکم و رحمت الله. تشکر از برادرای شما از این درد از این مردم رنج از این مردم به گوش دنیا میرسانید. تشکر شما بخیر باشید. دیگه این قسمت را میسازیم طبقه دوم را میسازیم. این خو تصمیم گرفتم اگر مردم توانایی داشت اگر برادرایی که از بیرون خیرین اگر کمک کرد ما اولین مشکلات از ما کسی اینمی سایه که اینمی سایه که اگر او بالا را مجور کنی او بالا را مجور کنی دهلیز نداره اینجا پایین هم دهلیز نداره کفشای مردم در بیرون ممنه در باران چیزا تر میشه. این سال یک مراسمی که ما داشتیم اینمی خیمه زدی کفشا در بیرون بود دیگه اینمی میبینید دیگه 15 سال میشه 15 سال میشه که به این مشکلات ما روبرویی 15 سال میشه این رقم یا سپری میکنن چونش در $820 $820 چونش اینمی سیم رمود این چقدر عالی؟ اینمی 1 تن و 800 کیلو 800 کیلو 200 کیلو کم 2 تن اینمی سیم خریدارش ده ایرم خیرین برادرها کمک ده همکاری ده دستشان در نره حدود یک نیم لگ قدریا مصرف شده دیگه سرسیخش اره یک نیم لگ افغانی اینمی سیمش شده دیگه تو فکر کو که این منبر چقدر هزینه داره دیگه مسائل خنوز پس اره پس که نه خیشت کارگرا خشتار هم مردم محل خود مردم اینمی را در روی بیگاری این میتر مایا میزنه به خاطر که این نمایندای محترم را قنیقش وعده کرده که ما خودگونم کار نی به خاطر پول نیه پول نداریم خود از این مردم مشکلات حل شده خیشتم خیلی زیاد زد آفرین کافی نی دیگه تازه شروع اینا 10,000 15,000 دانه خیشت در منزل بول خام و پخته منزل بول 15,000 خیشتی لازم داره حالی را کلا خام میگیرین در منزل پخته هم هست یعنی خیشتای پخته شه به خاطر که وضعیت مردم اقتصادی مردم بسیار زیر صفر نه امروز خاطر اگه نباید ما خیشت خام کار کنیم به خاطر وضعیت مردم مواتایش دیگه یک گانمو چی هست یک مقدار چوب دارین اونجا چوبش تکمیله دیگه سیخش هم تکمیله سیخ دیگه اینی هم خشتایشه دیگه این خشت دیگه در حال کار است مردم خود مردم این میره ما در روی نوبت مثلا خشت میزنه جا به این شکلش چیده میشه آها خاطر که ما بودجه از ما نداریم خب داخل زیر خام کار نیم بیرون زیر خشت پخته کار نیم از خاطر که باران خراب هم نکنه باران خراب نکنه خب یک اترا کم بودی اگه نه باید کلا پخته باشه اگه نه پخته باشه وضعیت مردم خوب باشه باید پخته باشه این دی شکل کار نیم نه جای دیگه که جور میشه دیگه کلا پخته دیگه ساده و بتون ریزی نه کاملا پخته جور نه آره ما بودجه نداره میده شکل باید جور کنیم
میتونی فقط اینمی دار دادن خیشتی که زدیم تقریبا چند پاکت سیمه خورده؟ 100 پاکت خورده؟ آره 10,000 دانه از خیشتی رزک ما زدیم پخته؟ آره اینجا خیشت پخته 10,000 خیشت پخته زیرم می رفت در بازار هم زی دکاندارا جمع کردیم هم زونجا جمع آوری یک بوجی یعنی خودی دکاندارا هم خب آفرین الله خدا خیر بده اونا را هزینه عزیز جاست لینی در حالی که کارگری زیرم خودگانی میکردیم اینمی یک متر خاک میش بیایه 250 دانه خیشت بیشتر نمیشه خب یک متر خاک بخشیز ما اینجا 80 افغانی تمام میشه تو این فکر کو یک دانه خیشت چند تمام میشه با وجود کارش هم خودتان می‌کنید دیگه آره کارگری هم خودمون وای کنال در بالا مو مسجد که جان می‌نیم دیگه رای دالیز نداره دالیز نداره رایش یعنی پول چوبی بدون چوبشته یعنی می رایش میشه این مقدار مشکلات داره واسه مردم منو قدر است یعنی بدون چوب اضافه نه که می جگراش نه آره گیل زیر ممکنه باران دیگه ببره دیگه آره دیگه مکان نداره این ستونایش هم گرد است نه؟ گرد است دیر زمین 15 سال پیش تا مردم تواناییش نداره 15 سال پیش اینو میرک جور کرد دیگر به خاطر اینجی پشت بالان که کلان گیله دیگه گیلی ها اگه نه باید ازگام شد بس میشه الله این ستونا رو بگر خب دوستان اینا کمبود که خیلی زیاد داره فعلا کمبودات خیلی زیاده ولی فعلا نموقدر میخواین که طبقه دوم رو انداخته شود طبقه دوم ساخته شود دیگه یک دهلیز که به اون قسمت به اون ساحه ساخته میشه اون قسمت هم کلا دیگه اینا بودجهش فعلا صفره هیچ بودجه ندارن چون نمی ساحه کلا مردم فقیر نشینه دیگه نمیتونن بسازن کسایی که کاری خیر میخواین بکنن خیرین در خارج در داخل افغانستان میتونن همکاری کنن همراه مردم محل تا همین مشکلاتشان انشالله رفع شود. خب دوستا یکی از مشکلات بزرگی که در این ساحه هست البته برای مسجد یعنی قسمت آبش هم است که فعلا آب خشک دیگه آب خشک آب نداره دیگه چه قابل استفاده نیه خب این نیم سال در حالی که اینقدر فضل خدا باران هم کرد ولی چای از ما او نداره این چند متر است خبر دارن که 25 متر 25 متر نه مثلا اگر این 60 متر بزنه در کل 60 متر شود خب سه اومده خب برای احتیاط مثلا اگر 60 متر بکنه تا سالهای سال شاید خوش نشه اینمی عمده ترین مشکلات از این منبر از این اهالی اینمی اوه که ما تا در این قسمت ما اصلا اشعه توضیحات دیده نشده اینمی برادرها سکن اینمی مسجد او نداره ما او را طلبی از یک نفر از امسایه مسجد از اونجا ما طلب کردیم استفاده رفتن از اونجا گفتن اونو پایپ است که از خانه دیگر آوردم طلبی خدا خیر بده اونا کاری فقط هم خشت میشته بزنه مسئله مراسم که میشه آب در تانکر از جای دیگه میری مراسم که میشه اندمی تانکر آب میاری مراسم خطیر بسیار مشکلی است خاطر او خیلی مشکله یک تانکر آورده 700 ما در اینجا میاریم که مشکلات مردم رفت دوستا تنها مسئله آب نیست مشکلات که خیلی زیاده در این مسجد حتی امی برقش هم برق درست حسابی نیست اگر شما شاید در تصویر دیده باشین یک تخته سولر دارن یک تخته سولر به این قدر مسجد اصلا کافی نیست دیگه بیتری هم فکر کنم یک بیتری شده یک بیتری خورده یک بیتری داره دیگه فکر نکنم کافی باشه و دیگه مشکلات خیلی زیاده آشپزخانه را دیدین امور رقم خود ساحه مسجد اینجا باید یک کمی منظم شود بازسازی شود که به خاطر این مشکلات اقتصادی فعلا نتونستن این کارو بکنن با
با وجود آن هم خود مردم محل تا حد بسیار زیاد تلاش کردن و خودشان دست به کار شدن و ساختن، حتی کارگر استخدام نکردن، استخوان استخدام نکردن، خودشان این کارا را انجام دادن. دیگه اگر خدا کمک کنه، مردم هم کمک کنه، در کنارش اینجا دروازه مگه زده شود خیلی خوب میشه. حتی تابلو نداره. تابلو نداره مسجد. ما بیشتر آمدم گفتم نام مسجد چی باشه؟ مسجد شاید مولا علی. تابلو نداره. این قسمت هم یک دروازه زده شود که زود طرف مردم بفهمه که اینجا مسجده. دیگه خودی نمایزی هم روش کار شود خیلی خوب میشه. خب دوستای عزیز دیگه فعلا خداحافظ و تشکر برادر. تشکر از شما. تشکر از شما. زحمت‌های خوب بخشین که در هوای گرم زحمت کشیدید. شماره را باز میگیریم از پیششان در قسمت پایین ویدیو و همچنان در دیسکریپشن ویدیو همین ویدیو به شما میگذاریم. کسایی که قصد کار خیر دارن میتونن در ارتباط شون هم دمو شماره. دیگه خداحافظ و ناصرتان.